از شهر با شما حرف میزنیم که روز در دامنه کوههای ازی 18 نوع از لاله وجود داشته. روز ناریال و عود و حلیله و زعفران ازی حتی به شکل خودرو در این دامنه ها می رویده و همچنان یکی از متاع یا امتعه تجارتی بزرگ برای کابل بوده که عواید سرشاری برای این مردم داشته. چنان که معلوم میشه وفرت آب و تالاب ها و حوض ها و جهیل های ازی به اندازه بوده که مناظر نهایت زیبا داشته در قدیم. شعرا، ادبا، نویسنده ها هر کدام در وصف کابل شکامه هایی داشتند، قصاید بسیار زیبایی داشتند. البته در وجه تسمیه شهر دیدگاه های گوناگون است، حتی تا 27 دیدگاه 27 روایت تاریخی در منابع تاریخی از وجه تسمیه کابل ما و شما سر میخوریم و 27 دیدگاه که بعضی روایات اسطوروی است، بعضش در حد تاریخی است و ما دو سه دیدگاه را در اینجا به شما خلاصتا اختصاراً ذکر میکنیم. البته بسیاری از شهرها همین قسمه که بسیار قدامتشان بسیار زیاد است به اسطوره میپیوندند، نامشان، تاریخشان، منشأشان، مانند شهر روم و شهرهای جدید الاحداث و نو تشکیل و نو بنیاد. شهرهایی است که با اسطوره تمام نمیشه گذشتهشان. کابل یکی از شهرهایی است که آغاز و منشأ شهر، پیدایش شهر با اسطوره آغاز میشه و دیدگاه اسطوروی یک دیدگاهی است که کابل کاپول بوده در دو کلمه و اساس روایات اساطیری. یکی از پادشاهان باختر یا بخوی بلخ قدیم وقتی که به کابل آمد، کابل حوضی بود بزرگ، فقط قسمتی ازی به شکل از جزیره بود که توسط زورق یا کشتی های کوچک با دنیای بیرون ارتباط داشت و مردم از این طریق آمد و شد میکردند. پادشاه باختر یا بلخ با زورق خود و یک تعداد عساکر خود به اینجا حرکت کرد و آمد. وقتی که نزدیک شد، مردم کابل، یکی از متنفذین کابل از پادشاه خواست که اینجا توقف کنه در کابل و مراسم مهمانداریش مثل که از قدیم مردم کابل مهماندار و مهمان دوست و مردم عزیز و متمدن بودند. اما او مهمانداری نمیخواست، او اطاعت محض میخواست از مردم کابل. همین بود که مردم کابل گفتن اگر تو از ما اطاعت و انقیاد میخواهی، ما با کس سر تسلیم خم نمیکنیم و هیچ گاهی کار نمیکنیم. اما اگر مهمانی باشه و اگر دوستی باشه، اگر روابط باشه، سوابق ما هم برمیگرده به بلخ. مردم کابل هم گویا از بلخ آمده بودن، منشأشان بود. به ما و شما معلوم است که بلخ ام البلاد میگفتن، یعنی مادر شهرها. اولین تمدن آریایی، تمدن ویدی، تمدن اوستایی در بلخ شکل گرفت. همین بود که گفتند که شما از قومای ماست، شما از ما از بلخ هستیم. همین بود که پادشاه کابل بالاخره قبول کرد و گفت که یک مقدار بسیار زیاد کاه بیارن و کاه را بریزن و یک معبر جور شود، یک پل جور شود، یک گذرگاه جور شود و مردم از این طریق بگذرن. کاه را بسیار زیاد انداختن در بین حوض به شکل یک راه یا معبر جور کردن. باز مردم از بالای از این تیر شد، گویا ایره کاه پل، از ترکیب کاه و پل بازی شد کاه پل، یعنی پلی که از کاه ساخته شد. یک دیدگاه دوم درباره وجه تسمیه کابل است که گویا مردم کابل معتقد هستند که حضرت نوح علیه السلام دو فرزند داشت و این دو فرزند از این به نامهای کاکول و هابول بوده باشد و در بین مردم کابل نسبت به حرمت و عزت این دو فرزند حضرت نوح بین از یاد داشتن اختلاف کردند که نام کدام از این بالای کابل بگذارند. همین بود که از
یک هجا از یک برادر و یک هجا از دیگه برادر گرفتن، کاکول و هابول بود و گرفتن بول از یکی، کا از دیگر و این ترکیب شد از دو هجا یا دو سیلاب کابل. گویا بوده باشه. این دیدگاه اسطوروی است تقریبا. اما میایم در منابع تاریخی بعدتر از این. بطلیموس جغرافیادان بزرگ یونانی از کابل به نام کابو را یاد میکنن. کابو را و این که بعدها عربا بازی را معرب ساختن، کابو را عرب قاف تبدیل کردن. به این ترتیب و بطلیموس در قرن دوم قبل از میلاد ذکری که از کابل میکنه به نام کابو است. بعد میبینیم در یکی از ژورنال های چینی که یکی از گزارشگرای چینی به نام فانیه ذکر میکنه که ژورنالش هم به نام هوهان شو او از کابل به نام کاوفو ذکر میکنه و میگه که کابل بخشی از قلمرو کوشان است که البته مرکزیت امپراتوری کوشانی در بگرام بود و از طرف زمستان تکسلا پاکستان، تاکسیلا خود پاکستان تکسلا میگه و از طرف تابستان مرکزیت امپراتوری کوشانی در کجا بود؟ در بگرام بود. کابل هم بخشی از بگرام بود البته و میشه که بگوییم بگرام بخشی از کابلستان بود، بخشی از کابل بود. احتمال میره که تلفظ کاوفو که چینایی ها میکنن دیگه تلفظ باشه که کم و بیش تاثیر پذیر از زبان خودشون باشه. یک کابل کاوفو تلفظ کرده باشه. مثل امروز که بسیاری کلمات اونا به شکل دیگه تلفظ میکنن. شکل اصلی شمین چی بوده باشه؟ کابل اصلی بوده باشه. بعدتر از این چیزی که ما در تاریخ میبینیم یک نام دیگه که به کابل داده میشه به نام ارتشپانا است که در زبان سانسکریت به معنی مکان مرتفع و بلند است. مکان بلند. احتمالاً کابل نسبت به هند که بلند است این نام به این خاطر بر از این داده شده باشه که با گفته جواهرلال نهرو مورخ، سیاستمدار و دانشمند هندی اون میگه که اگر شما به نقشه هند دقیق نگاه کنید کابل مثل کلاهی است که در سر هند بوده باشه یا اگر هند دیگ تصور کنیم کابل مثل سرپوشی دیگ است. دیگای قدیم یک سرپوشی الگی می داشتن بلند می بود دسترار. دقیقاً که اگر شما در نقشه کابل در نقشه هند ببینید جمع پاکستان امروزی کابل عین شکل کلاه را دارد و بدون شک کابل نسبت به هند مرتفع بود. از این لحاظ ایره در زبان سانسکریت گفته باشه ارتشپانا یعنی سرزمین مرتفع، منطقه مرتفع، مکان مرتفع. اما در اوراق اوستا ما به نامهای دیگه از کابل هم برمیخوریم که به نام ویو کریتا در اوستا آمده که اهورا مزدا خالق خیر یا روشنی، خالق خیر گفت که من شهرهای ساختم آباد کردم که از جمله یکیش وی کریتا بود. بعدها مفسرین چیز شارحین اوستا، البته شارحین اوستا یکی زن بود شرح اوستا بعد پازند بود که ناصر خسرو میگه ای خوانده کتاب زند و پازند این خواندن زند تا کی و چند. اینا ایره که تعریف کردن شرح کردن اوستا در اوستا این نامش وی کریتا را به معنی بدسایه گفتن. بدسایه و دو معنی میتونه شود، یکی منحوس نحس شوم، یکی هم به معنی بدسایه جایی که آبادانیش خراب باشه، یعنی خانه های خوب نداشته باشه، خانه های قشنگ نداشته باشه، آبادانی زیبا نداشته باشه این میآید. اما تصور میرود که شارحین در اشتباه افتاده باشه از این لحاظ که یکی شهری را که اهورا مزدا ساخته باشه، اهورا مزدا خالق خیر مطلق است در نظر زردشتی ها، پس چگونه این شهر باز خراب ساخته باشه و این را بدشگون نام کرده باشه، ویو کریتا گفته باشه. یکی دومش
احتمال میره که همین بد سایه نه که شارحین همین باد سایه را بد سایه کرده باشند، الفش از پیششون حذف شده باشد که کلمه بادم در متون بسیار کهن به معنی همین باد امروزی است. یعنی کابل شهر بوده باشه پر از بادهای بسیار تند، یعنی بادهای بسیار نیرومند، بادهای قوی، و امروز هم گاه طوفان‌های قوی در کابل رخ میده. ورزشگاه باد بوده باشه. با قول منوچهری دامغانی که در ورزش باد میگه که برآمد بادی از اقصای بابل، برآمد بادی از اقصای بابل، حبوبش خار در رو بار افکن. یعنی وزیدن از این سنگای صخره‌های سخت چی میکرد؟ پاره میکرد و بار افکن دیوارهای قلعه را، دیوارهای حصار را میافکن. این تو باد وحشتناک بود. درباره قصیده داره در وصف طبیعت، شما باز به او مراجعه کنید. میشود که این باد سایه بوده باشه و ضمناً باد سایه بوده باشه، مثل که بادغیس، ولایت بادغیس در اصل شما در منابع چیز فکر تاریخی بادخیز بوده. بادخیز باز آمده خیزش غیس شده، غیس شده، غیس. در اصل شما در فرهنگ دی خدا و دیگه مراجع دقیق ببینید بادغیس بادخیز است. بادخیز معلوم است که در بادغیس آسیاهای بادی آبی بسیار زیاد شده، همچنان محل ورزش بادها بوده. به همین ترتیب میشه که باد سایه بوده باشه. و ایرم ما شما از یاد نبریم که اوستا بسیار پسند جمع آوری شد. اوستا البته شفاهن سینه به سینه، نسل به نسل انتقال میشد. چه عقیده زردشتی‌ها به این بود که مخترع خط دیو است، مخترع خط دیو است و نباید متون مذهبی نوشته شوند. یک عقیده بسیار منفی بود. ما میبینیم و اوستا طی قرنها یعنی زبان به زبان، نسل به نسل چی شد؟ انتقال بود. و این بود که احتمال بزیاد میره که همی بد شده باشد. همی تلفظ چیز متداول در طول قرنها که در تلفظی که مثل از طریق شفاهی چی شد؟ آمد. این موضوع است که به حقیقت چی است؟ مقرون است، یعنی نزدیکتر است. به این ترتیب در سرود ریگ ویدا، اترو ویدا، سه چهار سرودی است که از دوره ویدی به ما مونده، یعنی پیش از دوره اوستایی، دوره ویدی. در اون سرود ریگ ویدا میگه که از دریای کابل به نام کوب یاد میبره. کوب کاف واو بی یا با کوب، یعنی میگه که دریای کابل کوب بوده. گویا که نام کابل از دریای کابل چی شده باشه، مشتق شده باشه. در حالی که یعنی ما ایتو بسیار کمتر چیزی داریم که شهرها به نام دریا بوده باشه و در حالی که دریاها به نام شهرها و به نام مناطق بسیار زیاد است، مثل دریای پنشیر، دریای ارغنداب، دریای آمو. و این هم از یاد نبریم میرم که دریاها از هر منطقه که میگذره باز به نام اون منطقه یاد میشه. مثل دریای آمو از منطقه واخان که سرچشمه میگیره دریای واخان گفته میشه. در قلعه پنج که میرسه دریای پنج است. باز در منطقه آمویه که میرسه باز دریای چی میشه؟ آمو میگن. و همین ترتیب در هر منطقه که میرسه این نام همون محل وقت میگیره. و این یعنی ممکن است که دریای کابل کوب نام داشته باشه، اما این که کابل مشتق از لفظ کوب بوده باشه این به حقیقت مقرون نیست. در مجموع از کل دیدگاه ها ما میتونیم که نتیجه بگیریم دیدگاه های اسطورویش در جای خود باشه. در مجموع میشه که همین واتشپانا که سانسکریت مکان مرتفع است و دلیلش هم است که مشرف به هند است. این پسان از چیز افتاد این نام. این که کابل جای خود آواز کرد تا امروز در ادبیات ما و در تاریخ ما میشه گفته که حتی در عهد عتیق در تورات هم از کابل یاد شده. در مجموع میتونیم بگوییم که لفظ کابل دیدگاه این تو یک اتفاق نظر در مجموع آدم چی نمیتونه به این برسه که گویا
کابل از چی مشتق شده باشه. دیدگاه شاعرها درباره کابل بسیار زیاد است. حتی در قدیمی ترین متون با ما شما متون حماسی است رسیده دیدگاه فردوسی است. فردوسی بیش از 45 بار در شاهنامه خود از کابل ذکر میکنه. مثلا در قصه رودابه و در قصه شغاد و در قصه رستم و در قصه خدعه که شغاد رستم با دست شغاد کشته شد نه میبینیم ز ضحاک تازی گوهر داشتی. همین پیرا میگه مهراب کابلی را که حاکم کابل پادشاه کابل بود میگه ز ضحاک تازی گوهر داشتی، یعنی نسبش از ضحاک تازی بود. ز کابل همه بوم برداشتی، یعنی سرزمین را که حکومت میکرد چی بود؟ کابل بود. و کابل همچنان به نام به خاطر شمشیرهای که در اینجا ساخته میشد، شمشیرهایی که از بهترین آهن در کابل توسط یعنی ماهرترین صنعتکارا و آهنگرا ساخته میشد. کابل معروف بود که بار بار از خنجر کابلی و از شمشیر کابلی در متون حماسی ما میبینیم. مثلا که فردوسی میگه سپه جمله با خنجر کابلی است، سپه جمله با خنجر کابلی است، گمانم که او رستم زابلی است. همچنان در تمام متون تاریخی از کهندژ یا کهندز البته چیز است معرب است، اصلش کهندژ بوده باشه. کهندژ هم قلعه کهنه باشه که این بالا حصار کابل است. اینجا کمی نمایان نیست، او طرف کوه است. بالا حصار کابل در تمام متون تاریخی و ادبی ما عزیز ذکر شده و این نشان میده که بالا حصار خدمت به درازنای تاریخ کابل دارد و در این هیچ شکی نیست که بالا حصار در دوره یفتلی و کوشانی، امپراتوری یفتلی و کوشانی، همچنان در دوره قبل از اسلام تا دوره زنبیل شاه و ردبیل ها سلسله که در کابل حکومت میکردند، بالا حصار پادشاهنشین بوده، مرکزی بوده که در اینجا شاه ها می نشستند و نقطه بالا حصار منطقهش مشرف به تمام شهر کابل است. از اینجا میشه که تمام شهر کابل از چقدر زیر دید داشت، زیر نظر داشت. تا وقتی که هر ریاست جمهوری جور شد، در دوره امیر عبدالرحمن خان تأسیس شد و در دوره حبیب الله خان تمام. حکومت ها همیشه در کابل از بالا حصار یعنی کابل اداره میکنند، طریق بالا حصار. و بالا حصار کابل بالا حصاری است که درباره از این شعرا شعر گفتیم. صاحب تبریزی وقتی که از این پالوی بالا حصار میگذره در سفرش از کابل، قصیده بسیار دراز میگه که یک بیتش که درباره همین چیز است، همین بالا حصار است، میگه حصار مارپیچش اژدهای گنج آماند. خیلی یک تشبیه چیز از این بلیغ است. حصار مارپیچش اژدهای گنج آماند ولی ارزد به گنج شایگان هر خشت دیوارش. و درباره بلندی بالا حصار میگه، بلندیش میگه که بلند است. آفتاب وقتی که میخواد که برج بالا حصار به ارتفاعش نظر کنه، از دستار از سرش میفته. یک نهایت درجه مبالغه است، اما عظمت بالا حصار و ابهتش نشون میده. میگه که اگر در رفعت برج فلکسایش نمیبیند، اگر در رفعت برج فلکسایش نمیبیند، چرا خورشید را از طرف سر افتاده دستارش. در مجموع میتونیم بگوییم که بعضی شعرها که در هند بودند باز به یاد کابل میفتادند. میگه باز هوای چمنم آرزوست، احتمالاً به هلالی چغتایی نسبت میدن. باز هوای چمنم آرزوست، بلبل و سرو و سمنم آرزوست. گرمی هندم دل و جانم بسوخت، گرمی هندم دل و جانم بسوخت. کابل جنت وطنم آرزوست. به جا نبود که ظهیرالدین محمد بابر، بزرگترین امپراتور گورکانی تیموری هند، وقتی که در هند فوت میشه وصیت میکنه که جنازهش به کابل انتقال بده. به خاطر از اینکه اولین مرکز از کابل بود و همچنان دوران طفولیت و آغاز جوانی خود در کابل گذشته. گفته که با 12 اولاد. و بابر میگه که ما در دامنه های کوه های کابل 12 لاله یا 18 لاله دقیق یاد من در تزوک بابری گرفتن، ما دیدم. و این نهایت زیبایی کابل است.
صفایی و تراوت و شادابی و سرسبزی و همون محیط طبیعی زیبای کابل در او وقت نشان میده که متاسفانه امروز او حالت نمونده، چه در اثر تراکم نفوس یا عوامل سایر عوامل. ای کابل برخیز که خورشید انقلاب، برخیز که خورشید انقلاب از کوه آسماییت اندر دمیدن است. به به. البته کابل در گذرگاه تاریخ حوادث بزرگی را پشت سر خود گذاشته، اما هر بار از این تندباد حوادث سرفراز برآمده، سربلند برآمده. کابل خواستگاه زبان فارسی است. کابل سنگش، هر سنگش که ما و شما ملق بگیم بلند کنیم آثار فارسی دیده میشه. کابل زادگاه شاعرای مثل دهقان کابل است. کابل زادگاه شاعرای بزرگ است. خود تیمورشاه شاعر زبان فارسی بود. کسی است که پایتخت از قندهار به کجا انتقال داد؟ به کابل. علاقه که به زیبایی کابل داشت، به سرسبزی کابل داشت، به محیط طبیعی کابل داشت، به آب و هوای گوارای کابل داشت. در پالوی سایر عواملی که سیاسی بود دیگه او در جایش نمیریم. علاقه تیمورشاه به کابل باعث شد که پایتخت به کابل انتقال بده و تیمورشاه خود شاعر فارسی گوی بود. اشعار بسیار زیاد از او امروز ما داریم. سپاس. خیر باشه.